نشریه اینترنتی The Insider و نشریه لهستانی پالیتیکا روز 14 آگوست سال 2024 خبر دادند که ستورما ابراهیمووا یک زن پناهجوی مادر 4 فرزند از تاجیکستان در محبس دپارتاسیونی بلژیک قرار دارد. مقامات این کشور اروپایی باید به زودی مسئله اخراج یا استرداد این زن به تاجیکستان را حل کنند. حامیان حقوق و خود ابراهیمووا از آن ترس دارند که او را در تاجیکستان شکنجه و حکم زندان منتظر است. مقامات تاجیکستان ستورما ابراهیمووا و خواهر او نگورا سعیدووا و شوهران آنها را به زرخریدی و عضویت در سازمان تروریستی داعش عیبدار می‌کنند. مراد علی حلیموف شوهر ستورما سال 2018 از اوکراین به تاجیکستان برده به 23 سال زندان محکوم کردند. نگورا سعیدووا را در پایان سال 2022 همراه طفل نوزادش از پولش به تاجیکستان اخراج کردند و در آنجا به 8 سال زندان محکوم کردند. مقامات پولش ماه اپریل سال 2024 شوهر نگورا سعیدووا و عثمان شمسوف را نیز به تاجیکستان فرستادند. 2 فرزند آنها در دست ستورما ابراهیمووا ماندند و این زن فعلا زندانی عملا سرابان 6 کودک، 4 طفل خودش و 2 دختر خواهرش را بر عهده دارد. بر اساس مواد پرونده ستورما ابراهیمووا که The Insider و پالیتیکا نشر کردند، ابراهیمووا اون وقت مادر 3 فرزند خردسال سالهای تولدشان 2011، 2012 و 2015 در سال 2016 همراه کودکانش به ترکیه رفته است تا که به صف جنگجویان داعش بپیوندد. بنا به فرضیه مقامات تاجیکستان، ستورما ابراهیمووا در اردوگاه جنگجویان تعلیم گرفته، سپس در عملیات جنگ در سوریه اشتراک کرده است. خود ستورما ابراهیمووا این را رد میکند. بنا به نقل ستورما او ماه فوریه سال 2016 به ترکیه به نزد شوهرش آمد ولی بعد همگی 4 ماه در آنجا تنها ماند. شوهر او مراد علی حلیموف را که به اوکراین رفته بود روز 28 ایون سال 2016 برای رسیدنش در فرودگاه خارکوف دستگیر کردند. معلوم شد که او از جانب مقامات تاجیکستان تحت جستجوی بین المللی قرار دارد. حلیموف 1 سال را در محبس سپری کرد ولی سپس آزاد شد و در اوکراین ماند. 12 ینور سال 2018 ستورما ابراهیمووا همراه کودکانش و خواهرش نگورا سعیدووا به اوکراین آمد. به مقامات تاجیکستان بالاخره میسر شد که به استرداد مراد علی حلیموف از اوکراین نائل شوند. سرگردانی این 2 خواهر در اروپا در پایان ماه فوریه سال 2022 وقتی سر شد که در پی حمله روسیه به خاک اوکراین از این کشور 100,000 گریزه به اروپا پناه آوردند. در بین آنها هزاران نفر از زادگان تاجیکستان که اون وقت در اوکراین قرار داشتند نیز بودند. مقامات امنیتی اروپا نگرانند که زیر جامعه گریزه ها 10 تن از جنگجویان داعش نیز تلاش کردند تا به اروپا پناه بیابند. این جنگجویان بعد تارمار شدن داعش در خاورمیانه به کشورهای سابق اتحاد شوروی تا ویزا نداشتن اوکراین در این کشور پناه بردند. شوهر نگورا عثمان شمسوف باشد از ترس که به تاجیکستانش نسپارند با جت‌های رانندگی قلبکی به نام عثمان علیف توانست وارد پولش شود ولی بعد مدت او را هم دستگیر کردند. شمسوف 2 سال را در محبس پولش به سر برد و ماه اپریل سال 2024 او را بالاخره به تاجیکستان فرستادند. ژورنالیستان به فرضیه سال 2018 به سوریه رفتن نگورا سعیدووا شبهه کردند چون که آن وقت داعش تقریبا تارمار شده بود و تنها 2 منطقه خرد را در جنوب سوریه و در فاصله خیلی دورتر از مرز ترکیه در دست داشت و نگورا سعیدووا برای رسیدن به این منطقه های تحت نظارت داعش باید راه طولانی را توسط منطقه هایی که الکی در دست نیروهای با داعش دشمن قرار داشتن میگذشت که تقریبا غیر ممکن بود. 26 اپریل سال 2022 نگورا سعیدووا در بیمارستان محبس پولش دخترش روبیه را به دنیا آورد. بعد تولد فرزندش او را از محبس به اردوگاه پناهجویان انتقال دادند ولی خدمات مرزبانی پولش تصمیم گرفت که این زن را اخراج کند. به فرق از استرداد برای اخراج پناهجویان در پولش و بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی حکم دادگاه شرط نیست چون که چنین پرونده های ماموری حساب می شوند. برای اخراج نگورا سعیدووا چند دلیل آورده شد، از جمله ویزای پولش و منبع تامین زندگی در این کشور را نداشتنش و همچنین احتمال تهدیدش به امنیت ملی پولش. در نهایت 19 اکتبر سال 2022 نگورا سعیدووا و دخترش روبیه را که اون وقت الکی 7 ماه شده بود از پولش اخراج کردند. در تاجیکستان سعیدووا را به 8 سال زندان محکوم کردند. او حالا در محبس نورک یگانه محبس زنانه جمهوری ادای حکم میکند. درباره سرنوشت روبیه معلومات در دست نیست.
رابطه‌های احتمالی پناهجویان زاده تاجیکستان با سازمان‌های تروریستی سبب توجه خاص مقامات امنیتی کشورهای زیاد دنیا نسبت به آنها شده است. تنها در 2 سال اخیر مقامات پولشا درخواست پناهندگی قریب 200 پناهجوی تاجیک را رد کردند. سال 2022 این کشور به 80 پناهجو از تاجیکستان جواب رد داده است و سال 2023 به 115 پناهجوی تاجیک